السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. خوب است. الحمد لله. سوال داشتیم امروز جواب میتونید در مسئله شفاعت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و حافظ قرآنی را که میگه همون وقت بخونو بلند مرتبه شو و یعنی پدر و مادر خودشون شفاعت میکنن دیگر و در آیت سوره انفطار آخرش یوم لا تملك نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله میگه همین مسئله را تفسیر میکردید. بله، اصلا روز قیامت به اجازت الله تعالی کسی به کسی فایدهش نمیرسد، لیکن وقتی که الله تعالی اجازت داد شفاعت هم همین است. هیچ کس شفاعت نمی کند. گفته که آیت ها هست که پیامبر صلی الله علیه و آله شفاعت میکنند. چه خیل؟ یعنی که شفاعت دو خیل میشه. شفاعتی که الله تعالی اثبات کرده است، شفاعتی که الله تعالی نفی کرده است، انکار کرده است. شفاعتی که اثبات انکار کرده است یعنی هیچ کس شفاعت کرده نمیتونه مگر هم با اجازت الله تعالی. اول اجازت الله تعالی در کار که من شفاعت کنم. ثانی کی شفاعت میکنی؟ فلانیه. از وی الله تعالی راضی شد بعد شفاعت کرده میتونی. مثلا آدم قاری قرآن باشد و پدر و مادرش نعوذ بالله کافر باشه شفاعت کرده نمیتونه، برای اون که وی الله تعالی راضی نمیشد. بنابراین اجازت الله تعالی شرط است. الله تعالی اجازت میتید به خود همین آدم، اینچنین به اون آدمی که شفاعت میکند، شفاعت کننده و شفاعت شونده هر دوشم در نزد الله تعالی مرضی باشد، یعنی شخصی باشد که الله از آنها راضی باشد. ثانی اجازت بیاد، یعنی سپس اجازت میتید. کلمه ثانیه برادر نمیفهمیم گفت سپس الله تعالی اجازت میتید بعد شفاعت میکنه. بنابراین شفاعت درست است. یعنی شفاعت خاصی پیغمبران، فرشته ها شفاعت میکنن، پیغمبرها، شهیدان، صالحین، از جمله حافظان قرآن، اهل علم. اینا وقتی که خداشون که بیگناه و تازه برآمدند و در نزد الله تعالی به مکانهای بلند رسیدن، اینا با شفاعت میکنن دیگرها را. بعد الله تعالی میگه که پیغمبرها شفاعت کردن، فرشته ها شفاعت کردن، فلانی ها شفاعت کردن. بقیه ارحم الراحمین، مهربان ترین مهربان ها باقی ماند. خودش در نظر دارد. بعد الله تعالی هم بسیاری از مخلوقات از عذاب سبکدوش میکند.